رزونانس این تمام اون چیزیه که برای داشتن یک صدای قوی بهش نیاز داری. وقتی تارهای صوتی توی حنجره به ارتعاش در میان، یک صدایی تولید میشه که بهش میگن صدای اولیه. این صدای اولیه به خودی خودش خامه و هیچ طنین و تون و آوایی نداره. رزونانس چی کار میکنه؟ رزونانس دقیقاً همون چیزی که الان شما دارین میشنوین. به اون صدای خام اولیه تون و آهنگ میده. حالا خود رزونانس اصلا چی هست؟ به حرفام خوب گوش کن، چون بعد از دیدن همین یک ویدیو قرار کلی صدات عوض بشه. من خودم تمرین‌های رزونانس رو خیلی زیاد انجام دادم که الان جلوی شما ایستادم و دارم بهتون آموزش میدم. رزونانس چیه؟ توی فیزیک صوت، رزونانس به معنی تشدید موج صوتی توی محفظه خالیه. حالا توی صدا به چه معناست؟ رزونانس در صدا به معنی تشدید و طنین اندازی صدا در محفظه های خاصی از بدنه، مثل سینوس ها، پیشانی و گونه، مثل حفره بینی، دهان، حلق و حنجره. این قسمت ها در واقع رزونانس در اونها ایجاد میشه. وقتی شما میری داخل حموم میخونی، اگه دقت کرده باشی با کمترین میزان فشاری که وارد میکنی بیشترین حجم صدا رو دریافت میکنی. به نظر شما چرا اینطوریه؟ چون توی حمام رزونانس اتفاق میفته. خیلی از مردم فکر میکنن برای اینکه قوی حرف بزنن لازمه که خیلی فشار زیادی به حنجرهشون وارد کنن، با فشار حرف بزنن، در صورتی که اینطوری نیست. رزونانس میاد اون کار رو برات انجام میده. پس رزونانس شد چی؟ شد تشدید و طنین اندازی تار صوتی توی محفظه های خاصی از بدن که بهتون گفتم. ما اگر بخوایم صدای خودمون رو، صدای خام خودمون رو تقویت بکنیم، باید بیایم این قسمت ها رو که همون محفظه های خالی هستن بازتر بکنیم، تقویت بکنیم. فکر کن یک محفظه خالی رو تو وقتی بازتر میکنی تون صدات قوی تر میشه بدون اینکه نیاز داشته باشی فشار خاصی به حنجرت وارد بکنی. بریم سراغ تمرین های رزونانس. چطور رزونانس رو تقویت بکنیم؟ اولیش میشه تنفس دیافراگمی که توی ویدیوی آموزشی اولی که گذاشتم کاملا براتون توضیح دادم که تنفس صحیح دیافراگمی چطوریه. میتونید بک بزنید اون ویدیو رو کامل نگاه کنید و متوجه بشید که یک تنفس صحیح چه شکلیه. ببین، تنفس پایه رزونانسه. یعنی اگر تنفس درست نباشه هیچ وقت اون رزونانس اتفاق نمیفته. دومین مورد برای تقویت رزونانس، تمرین های همخوان یا نازال. مثل چی؟ مثل لب‌هات رو روی هم میذاری و میم رو به صورت ممتد تکرار میکنی. لرزش لب رو داری کاملا حس میکنی و همچنین حفره های بینی. کلمه بعدی تمرین بعدی نان 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 نان. همچنین توی این تمرین حفره های بینیت به لرزش در میاد و اگر دقت کنی گونه هات هم یک ارتعاش خیلی ریز و یک لرزش خیلی ریزی رو دارن حس میکنن. تمرین سوم، هامینگ. خیلی این تمرین مهمه. گوش کن ببین چجوری باید انجامش بدی. هوم قشنگ لرزش لب رو داری احساس میکنی. این تمرین برای فعالسازی فضای صورت و سینوس هاست. پس تا میتونی این تمرین رو انجام بده. با من انجام بده. لب‌ها رو روی هم میذاری و قشنگ لرزشش رو احساس میکنی. بریم سراغ تمرین بعدی. رزونانس سینه یا چست رزونانس. این چطوری اتفاق میفته؟ مخصوص افرادیه که صدای نازکی دارن، میخوان صداشون یه خورده پخته تر بشه. اوم رو به صورت مشدد و پشت سر هم تکرار میکنی به صورت ممتد. لرزش این بار در سینه تو اتفاق میفته. این تمرین رو هم بیشتر به مراتب تمرین‌های دیگه انجام بدید چون فضای سینه رو بازتر میکنه. تمرین بعدی اینه که جلوی آینه میستی و حرکات لب، صورت،
فکت رو مخصوصا نگاه میکنی. هر چقدر که دهانت رو بتونی بیشتر باز و بسته بکنی، در واقع فضا رو داری بیشتر ایجاد میکنی برای که یک صدای قوی تری داشته باشی. پس وقتی جلوی آینه میری، فرض کن یک تخم مرغ آبپز پخته شده توی دهنته و دهنت رو تا جایی که میتونی باز کن و حرف میم رو بگو. دهانت رو باز میکنی و حرف میم رو دقیقاً به همین حالتی که براتون نشون دادم و حرف میم رو به صورت ممتد میکشی. این تمرین هم باعث میشه که فضای دهانتو بیشتر بشه. خمیازه کشیدن به صورت مصنوعی رو هم امتحان بکنی. یعنی میای حالت خمیازه رو ایجاد میکنی. حالتی هستش که میخوای عطسه بزنی، دهنت خورده باز میشه. اون حالت و حالت خمیازه کشیدن رو هم باید به صورت مداوم تکرار بکنی. بله عزیزان، این تمرین هایی که بهتون گفتم اگر هر کدوم روزانه انجام بشن، شما خود به خود میبینی که حجم صدا چقدر قوی تر شده بدون اینکه نیاز باشه کار خاصی انجام بدی. این تمرین ها رو میتونید حین ظرف شستن، کار کردن هم توی اتاق یا خونه انجام بدین. پس اصلا نگران زمان بر بودن این تمرین نباشین و من بهتون قول میدم که معجزه براتون اتفاق میفته. یک تمرین مهم دیگه هم میخوام بهتون بگم و اون تصویرسازی در ذهن شماست. من امروز پر انرژی صحبت میکنم. این جمله رو تصویرسازی بکن، تجسم بکن توی ذهنت که داری با پیشونیت میگی. من امروز پر انرژی صحبت میکنم. صدا رو بده سمت سرت. حالا فرض کن داری از قفسه سینه به سمت بالا صدا رو داری ایجاد میکنی. تو وقتی این جمله من امروز پر انرژی صحبت میکنم رو بیای با محفظه هایی که بهتون گفتم امتحان بکنی، ببینی کدومش ضعیفه، تو کدومش قوی تر هستی، اون وقت میتونی اون تمرینی که مربوط به اون محفظه یعنی سینوس یا دهان یا بینی هست رو بیشتر انجام بدی که فضای خالی اونجا برات بیشتر ایجاد بشه. یادتون نره ما گفتیم رزونانس به معنی تشدید و طنین اندازی صدا تو این محفظه های خاص بدن ماست. محفظه ها کجا بود؟ سینوس ها بود، پیشانی بود، گونه بود، بینی بود، حفره بینی بود و حلق و دهان بود. پس تمرین ها هم که بهتون گفتم کدومش مال چه قسمتیه. میای این جمله رو تصویرسازی ذهنی میکنی، انجام میدی و طبق همون میفهمی که آیا سینت بیشتر به تمرین نیاز داره، پیشانیت، یا باید لب و حلقت رو تقویت بکنی. براتون آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم که این تمرین براتون کاربردی باشه. این تمرین واقعا جواب میده، واقعا معجزه میکنه. فقط انجامش بده، به صورت مستمر انجامش بده. و اگه دوست داشتی چنل من رو هم سابسکرایب کن.